خب حالا برای شروع کار میریم سراغ پنجره تحت عنوان پنجره پروژکت تست 1. خب اولین چیزی که اینجا می‌بینیم ما پنجره کلا گزینه‌ای که اینجا تو این پنجره می‌بینیم اسمش هست سکونس. به طور کلی من فایلی رو نمیتونم اینجا اوپن کنم. اوپن کردن به معنی پروژه و کلا پروژه‌های اخیر هست. خب من اگر خواستم اوپن کنم میبایست از گزینه ایمپورت استفاده کنم. حالا راه‌های مختلفی برای ایمپورت کردن وجود داره. یا من از طریق کپچر کردن، یعنی تبدیل آنالوگ به دیجیتال، یعنی فیلم‌های کلا به صورت فیلم، حلقه‌های فیلم نواری VHS میتونم از اون استفاده کنم که این رو روی کامپیوتر بریزم. یه نوع وارد کردن هست. یه گزینه مونتا کارت کپچر هایی که روی کامپیوتر متصل میشه و قابلیت پشتیبانی نرم افزار پریمیر رو داشته باشه. خب یه حالت این هست. یه حالت ایمپورت اینجا که کنترل به اضافه آی هم میتونه باشه. پنجره باز میشه که من میتونم از این طریق فایلامو اوپن کنم. در ضمن من بهتره تصاویر خودم رو از جایی اوپن کنم که در اون پروژه‌مو ذخیره کردم. این خیلی بهتر هست که اگر خواستم پروژه رو جابجا کنم مشکلی نداشته باشم. ولی وقتی که خروجی نهایی گرفتم دیگه نیاز به این فایل ها ندارم. خب من تعدادی تصویر رو از مای داکیومنت و مای پیکچر انتخاب میکنم. خب در مرحله اولیه و کپی میکنم و به فولدر خودم بک میزنم و اینجا یک فولدری هم تهیه میکنم برای به فرض مثال ایمیج. خب و بعد از اینجا اوپن میکنم. خب من تصاویر رو تونستم اینجا، حالا تصاویر یا فیلم هایی که نیاز دارم. خب هر کدوم از تصویرهایی که اینجا اوپن میشه من با کلیک میتونم انتخاب کنم و اینجا مشخصات رو در اختیار من قرار. من اینو بزرگتر کنم که بهتر ببینیم. اولین چیز که می‌بینیم نام و پسوندش هست. خب اینجا استیل ایمیج نوشته شده. کلا عکس هایی که به صورت ثابت نمایش داده میشن استیل. ما عکس متحرک هم داریم مثل پسوندهای گیف GIF، ولی JPG پسوند ثابتی هست. پس عکس های ثابت یعنی استیل ایمیج. سایز طول و عرض رو مشخص کنه و تناسب سایز طول و عرض. خب و اینجا هم کیفیت رو مشخص کنه. خب من اینجا اینو دیدم. حتی من اگر تعداد فایل هایی که اینجا آوردم خیلی زیاد باشه میتونم به فرض مثال از این طریق انتخاب کنم و نام رو جستجو کنم. ببینید مثلا من این کوالا رو میخوام انتخاب کنم. ببینید ببینید به محض اینکه زدم اولین چیزها رو بر من پیدا کرد و اینجا ببینید قرار داد که با حرف کا و حالا پاک میکنم. خب حتی من میتونستم اینجا زمانی که حرفی رو زدم از همین طریق هم از ضبط استفاده کنم. خب من فایل رو اینجا تونستم ایمپورت کنم. راههای دیگه، یکی از راههای دیگه در فضاهای کناری و که روی فایل ها نباشه دو بار کلیک هم میتونم بکنم که راه خیلی سریع هست تا بتونم فایل های خودم رو، حالا هر فایلی هست، اوپن کنم. از راههای دیگه کلیک راست در همین قسمت، اجازه بدید من روی اینجا کلیک نکنم، این کنار کلیک راست گزینه ایمپورت برای من اجازه ایمپورت کردن فایل ها رو میده. خب حتی گزینه هم اینجا داشتیم برای انتخاب. اجازه بدید در این ورژن هست. موضوعی رو نگه دارم. نیو آیتم من رو بازتر کنم که ببینیم. نه مثل این که اینجا وجود نداشت. خب یا از این طریق هم چکی بکنم. نه اینجا هم وجود نداره. خب گزینه دیگه داریم ما تحت عنوان گزینه نیو بین. نیو بین به محل حالا نگهداری یا همون فولدر گفته میشه که از این طریق هم این اقدام میتونم بکنم. بین مثلا اولین بین رو اسم اون رو من ایمیج قرار میدم. خب که یعنی همون عکس های من باشه که فولدرش اینجا. خب و من میتونم این عکس ها رو انتخاب کنم با کنترل. ببینید و حالا هر تعدادی باشه و روی فولدر خودم رها کنم که درون فولدر قرار بگیره. ببینید خب حالا تعدادی دیگهش باقی مونده هنوز. این رو هم به این قسمت منتقل میکنم. پس من میتونم فولدرهای مختلف برای دسته‌بندی استفاده کنم. حتی فولدرهای دیگه هم استفاده کنم. فولدر بعدی رو ویدیو قرار میدم که فایل های ویدیویی ما در اینجا قرار بدم. فولدر بعدی رو ببخشید اینجا فولدر بعدی رو من به جای ویدیو ایمیج ویدیو میتونم براش تکست در نظر بگیرم. کلا فایلایی که من میتونم در اینجا استفاده کنم یا میتونه عکس ثابت باشه، میتونه کلا ویدیو باشه، میتونه متن باشه، میتونه به صورت فایل های آدیو باشه و غیره. خب اینا چیزایی که من تونستم دسته‌بندی کنم. برای جستجو خیلی به من کمک کنه. حالا برای تشخیص بهتر من میتونم رنگی رو با دو بار کلیک روی اینجا رنگی رو به اون نسبت بدم که این چه رنگی داشته باشه. حتی از این طریق هم نیوبین و امکانات دیگه در اختیار ما
هست که میتونم همه رو چیکار کنم، انتخاب، رینیم، دیلیت، پیدا کردن. پس این تمام آیتم هم هست. حتی ما ویزیبل و اینویزیبل داریم که حالا باید اینا رو مفصل برای شما توضیح بدم. در ضمن زمانی که این قسمت اومدیم ما آیتم های خیلی زیادتری هم این زیر هستن که برای ما قابل نمایش شاید نباشه. خب ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حالا قبل از اون من روی ویدیو 2 بار کلیک میکنم. ببینید میتونه ویدیو بر من حتی زیر مجموعه ویدیو میتونه چیکار کنی، روی فولدر 2 بار کلیک کنید که باز شده شو ببینید میرین توی زیر مجموعه. حالا 2 بار کلیک اینجا بکنم که پنجره اوپن باز بشه. من تعدادی فایل ویدیویی رو اینجا برای شما فعال گذاشتم. خب مثلا فولدر این فولدر و این فایل، این دو فایل رو، خب حتی این فایل رو هم اینجا من برای شما قرار دادم که این رو ایمپورت میکنم. خب اینجا 3 فایل ویدیویی برای من فعال شد. خب همونطور که میبینید من ویدیو رو این قسمت فعال کردم، ایمیج رو این قسمت فعال کردم. حالا آدیو هم میتونم اینجا باز کنم، این رو خود این فولدر 2 بار کلیک. خب باز اینجا 2 بار کلیک کنم تا بتونم آدیویی اگه داشته باشم بیارم. من سراغ فولدر مای موزیک و تعدادی عکس رو اینجا میتونم چیکار کنم، تعدادی موزیک صوتی رو اینجا اوپن و به این قسمت انتقال بدم. خب اگر یه چیزی رو متوجه باشین، ما یک تعدادی ستون اطلاعاتی داریم. خب من اگر باز کنم این رو ببینید سایز این رو، بذار من این سایز رو بزرگتر بذارین. ببخشید این اشتباه کردم، ساعت دیلیت میزنم. من این رو به خاطر که بزرگتر نشون داده بشه از این آیتم استفاده میکنم. ببینید این آیتم برای نمایش مثلا من ویدیوها رو به این ترتیب از این طریق میتونم ریزتر یا بزرگتر نمایش بدم. کلا آیکونایی که یک حلقه نگاتیو به اضافه من با ذره‌بین ویندوز به شما نمایش بدم که بهتر درکش کنید. مگنیفای که همون ذره‌بین هست، من ذره‌بین رو برای شما فعال میکنم. اینجا رای دقت کنید ببینید حالت یک نگاتیو و آیکون بلندگو روی اون هست. یعنی این ترک ویدیویی هم صوت داره هم تصویر که فرمت اون هم اینجا مشخص است. عنوانش چی باشه، تعداد فریم بر ثانیه‌اش چقدر، چه تعداد باشه، FPS از چه شروع و پایانش رو مشخص کنه و تمام آیتم هایی که میتونه اینجا انتخاب و تغییر داشته باشه. خب حتی ستون های خیلی دیگه هم داریم. ببینید ستون های اطلاعاتی رو مثلا به فرض مثال هایی که صوت رو مشخص کنه، 44100 کیلوهرتز، تعداد نوسان رو در ثانیه رو مشخص کنه، حالت کپچر بوده یا نبوده، حالت آنلاین، آفلاین، حالت کیفیت رو میتونی مشخص کنی برای خودت و خیلی آیتم های دیگه. در ضمن اون آیتم هایی که به صورت آیکون شما کوچیک‌تر کنم، ببینید شکل بلندگوی تکی هست، به منزله این هست که این آیکون کلا نماینده صوت هست و هر کدوم از اشیا رو من کلیک کنم میتونم من فرض مثال اینجا پیشنمایشون رو ببینم. خب ببینید این یک ترک، این یک ترک دیگه و این هم یک ترک. خب الان این ترک من نمیدونم چی هست اصلا کلا. خب من یه پلی دارم اینجا، میتونم از پلی استفاده کنم و اون رو ببینید کاملا ببینم. خب من به فرض مثال این قسمت ویالون این شخص رو در نظر میگیرم و با این دوربین یه عکسی از این میگیرم. زمانی که عکس گرفتم آیکون این ترک این میشه. حالا از این بعد من تا روی اون کلیک کنم، ببینید حالت بعدی رو کلیک کنم من، خب حالت بعدی رو من کلیک میکنم، تا کلیک کردم روش آیکون های مختلف رو من نمایش میده که آیکون این میشه این آیتم. پس من برای هر کدوم میتونم آیکونی رو بر اساس محتویاتش، من مثلا این آیکون رو برای این در نظر میگیرم، عکس میگیرم که ثبت کنه و این آیکونم این رو میتونم ثبت کنم. پس من برای هر کدوم از اشیا میتونم یه آیکونی ثبت کنم. حالا کافیه من حالت لیستی باشم، زیر مجموعه ویدیو تا روی اون کلیک کنم این آیکون، دومی این آیکون و سومی حالت ویالون. پس من میتونم یک آیکون بهش نسبت بدم که اسمش هست پوستر فریم، منتها فقط جنبه نمایشی داره، هیچ تأثیری توی خروجی برنامه برای من نخواهد داشت. روی هر کدوم از این آیکون ها که من میتونم موس رو برم میتونم کلیک کنم، پهنا رو کم و زیاد کنم، خب یا حتی حذفشون کنم یا حتی اینجا سرچ رو خیلی قوی تر انجام بدم بر اساس نامشون، بر اساس شامل شدن به فرض مثال اونهایی رو بر من پیدا کنم که توی حرفشون ام باشه، اس باشه یا هر حرف دیگه. سعی کنیم اسامی فارسی به هیچ عنوان استفاده نکنیم.
یا شروعشون مثلا با حرف M S یا هر حرف دیگه، انتها ختم میشه به این گزینه و حالتهای دیگه مچنس یا الی آخر که کار به اینا نداریم. خب حتی امکان نمایش به این صورت برای ما هست که حالا باید اینا رو مفصل، مکانشون سکونشیال بود، آورلپینگ و همه این گزینه‌ها رو مفصل برای شما توضیح بدم. خب این یه توضیح کلی بود که تونستیم ما این آیتم ها رو برای شما نمایش بدیم، حالتهای مختلف. ببینید آیکون های سایز درشت‌تر، ببینید اینجا فیلم و نگاتیو کنار هم دیگه، منتها چون خیلی درشت دیدش سخت تره، من این رو حالت کوچیک‌تر تامنیل قرار میدم که بهتر بتونیم درکش کنیم. پس حالتهای خیلی مختلفی اینجا برای ما فعال هست. یه قسمتی هم هست به اسم متا دیتا که اینا رو باید مفصل با هم توضیح بدیم که متا دیتا و اطلاعات خاص ما چی هست و چه کاربردهایی داره. خب حالا تازه بعد از این که اینجا اینو دیدم و تست کردم مشخص شد، آیکون رو نسبت دادم، حالا میتونم این رو تازه به برای بهتر، برای دید خیلی کاملتر با 2 بار کلیک یا همون قبلی رو 2 بار کلیک وارد پنجره، 2 بار کلیک وارد پنجره میکنم تحت عنوان پنجره سورس. پنجره سورس پیش نمایش اون قطعه هست. حالا قطعه ویدیویی هست اینجا، قطعه ویدیویی قبل از اینکه در اصلا کلا در پروژه خط زمان استفاده بشه. پس من میتونم اینجا پیش نمایش رو ببینم. اجازه بدید من صوت رو مقدار کمتر کنم چون خیلی شدتش زیاد هست. بعد اینجا پلی میکنم. ببینید من میتونم اینجا قبل از هر عملی خب پروژه‌مو چیکار کنم ببینم. ببینید خب و بعد تازه توی پروژه خودم این رو استفاده کنم. پس این قبل از نمایش در اینجا میتونم چیکار کنم استفاده کنم.